پورنیما روزهایی هستش که سیاره مشتری یا هرمز در قلب خورشید هستش و میگن که به اصطلاح مشتری یا هرمز آشنا شده و سوخته و البته بسیار روزهایی هستش که شما هر خواسته ای که از آسمان ها و کائنات داشته باشید میتونید به راحتی بهش دسترسی پیدا کنید. خواسته هاتون رو به صورت علنی به کائنات اعلام کنید و قطعاً از سمت پروردگار کائنات پاسخ داده خواهد شد. لطفاً این متن کوتاه رو که از کتاب برای شما انتخاب کردم با من گوش بدید. چون در این سال منجمان تلاش کردند که آثار کواکب و قرانات علوی و سفلا دلالت بر افتا و اعدام شخصی عظیم القدر از منسوبان آفتاب که مخصوص سلاطین است می کند و محتمل است که در بلاد ایران باشد و از زایچه طالع همایون استخراج نموده بودند که تربیع نحسین در خاطع طالع واقع شده. اختر طالع در حضیض زوال و وبال است و مولانا جلال الدین محمد منجم یزدی که در این فن شریف سرآمد زمان و در استدلالات احکام نجومی مقدم قران است، آن نحوست را بدین تدبیر دفع نمود که حضرت اعلی در آن 3 روز که معظم تأثیر قران و تربیع نحسین است خود را از سلطنت و پادشاهی خلق نموده. شخصی از مجرمان را که قتل بر او واجب شده باشد به پادشاهی منصوب سازند و در آن 3 روز سپاه